بینندگان عزیز برنامه 1400 سال، جوانان عزیز، مهمانان گرانقدر، خواهران عزیز، بینندگان گرامی، روزه‌داران محترم، سلام ها و احترامات ما را قبول بکنین. امیدوار هستیم که روزهای ماه مبارک رمضان را به خوشی سپری بکنین. چشمتان هم روزه‌دار باشه، قلبتان هم روزه‌دار باشه، گوش و زبانتان هم روزه‌دار باشه. روزه کامله که مورد عنایت الهی قرار میگیره. با امید خوشی و صحتمندی شما برنامه امروز خدمتتان تقدیم میکنیم. دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز ما موضوع حقوق زن است. حقوق زن و حقوق مرد یکی از موضوعاتی که امروز زیاد سر زبان هاست و بسیاری وقتا در این مسائل اشتباهات و غلطی ها میشه. بعضی ها پرسان میکنن، میگه آیا حق زن و مرد مساوی است؟ باز اگه برشان گفته شود که بله حق زن و مرد مساوی است، باز انتقاد میکنن خیر در فلانی جایی چرا میراث برادر با میراث خواهر یکسان نیست؟ چرا در مسئله شهادت زن و مرد یکسان نیستند؟ چرا زن نمیتونه که قاضی باشه و چرا زن نمیتونه که خلیفه یا امیرالمؤمنین باشه؟ در اینجا دوستای عزیز، آنچه که مهم است اویی است که در سوالات و در این مسائل بسیاری اوقات مغالطه صورت میگیره. مغالطه چه قسم صورت میگیره؟ که اکثرا کسانی که در این مسائل بحث میکنن فرق بین حق و تکلیف نمیفهمن. قبل از اینکه ما سر از بحث بکنیم که آیا حق زن و مرد مساوی هست، باید بفهمیم که حق چی هست و تکلیف چی هست. باید بفهمیم که حقوق عام چی هست و حقوق خاص چی هست، تکالیف عام چی هست و تکالیف خاص چی هست. حقوق عام حقوقی است که در اینجا تمام انسانها به شکل عام کلگی مساوی حق دارن، بدون ای که زن است یا مرد است یا کافر است یا مسلمان. این حق عام است. مثلا حق زندگی هست. هر انسان حق زندگی داره، به شرطی که این حق خودش با تلف کردن حقوق دیگران از بین نبره. مثلا مرد حق زندگی داره و به مو اندازه که مرد حق زندگی داره، زن هم حق زندگی داره. زن هم باید زندگی بکنه، مرد هم باید زندگی بکنه. حق هر دویشان است. اگر در افغانستان مثلا یک مسلمان است، او هم حق زندگی داره و اگر یک هندو هست، او هم حق زندگی داره. پس این حق زندگی انسان تعلق نمیگیره که کافر است یا این مسلمان است. حتی یک کافر در زیر بیرق اسلام میتونه زندگی بکنه. در بسیاری از جهان اسلام ما و شما دیدیم در طول چندین قرن که اسلام بوده، مثلا در کشور ما و شما سکا و هندوها حق زندگی خود داره و کس نمیتونه به خاطر ازی که تو هندو هستی حق زندگی نداری. به این شکل که حق زندگی هست، برای یک زن گفته نمیشه که تو به خاطر که زن هستی حق زندگی نداری. پس در حق زندگی کلگی مساویانه حق دارن، الا در حالتی که او انسان اینمی حق خدا به خاطر ظلمی که کرده یا تجاوز کرده، مثل که مثلا یک نفر حق زندگی یک کس دیگه گرفته، قتل کرده، یک کس را کشته، پس در مقابل از او قصاص میشه، چون حق دیگر را گرفته، حق خودش هم در مقابل حق از او از بین میره. اما در حالت نرمال او حق زندگی خدا داره و این حق برای زن و مرد است. حق مالکیت. من یک روز به ترکیه رفته بودم، در یک سفر خانه یک مسلمان ترکی رفتم. این مسلمان ترکی پرسانش کردم، من گفتم این خانه که شما زندگی میکنین خانه خودتان است؟ گفت نه، این خانه همسرم است، ولی من برای همسر خود کرا میتم. یعنی شوهر برای خانم خود چی میته؟ کرا میته.
شاید برای مردم افغانستان بسیار جای تعجب باشن، چون این مسائل دینی رو شاید درک کردن نتونه. پرسان شدم چطور برای خانمت تو کرامیتی؟ گفت به خاطر از اینکه آیت قرآن است که للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مرد حق مالکیت خود داره. اگر مرد پولی پیدا کرده در جیب خودش میفته و اگر خانم پولی داره در جیب خودش میباشه. اگر بر خانم میراث رسیده، مهر رسیده، خانه داره، مالکیت داره، کاری کرده، عایدات داره، او حق مالکیت خدا داره. گفت این خانم مکه است، از پدرش برش خانه به میراث رسیدن، بنابراین اگر من در جای دیگه کرا میگرفتم من مجبور بودم که کرا بتم. حالا من حقی خانم است، خانهش است، نفقه خانم و منزل خانم این خب بالای من فرض است من از یک مسلمان. پس وقتی که من از خانه خانم استفاده میکنم به اجازه خانمم، برش ماهانه گفت تقریبا 400 لیره ترکی که معادل تقریبا 200 دلار میشد، گفت من برای او کرایه میتم. پس به این شکل اینال حق در اسلام که است حق عام است. حق عام حق زندگی، حق مالکیت، حق رعایت، حق تعلیم، حق تربیت، حق کار، حق صحت، این مساوی هست. زن و مرد باید این حقوق خود داشته باشند. اما حقوق خاص که است، حقوق خاص که حق خاص باز در مقابل مسئولیت است. مثلا من استاد پوهنتون هستم، من موتر ندارم، اما رئیس پوهنتون موتر داره. چرا رئیس پوهنتون موتر داره من موتر ندارم؟ به خاطر موتر داشتن که از حق عام نیست، حق خاص است که باید یک رئیس به خاطر که مسئولیت‌هاش زیادتر است به او خاطر بر از او چی داده میشه؟ موتر داده میشه. من استاد هستم، درس خودم میرم که شاگردام من دیگه کار ندارم، اما رئیس پوهنتون 24 ساعت مکلفیت داره که از تمام حالت شاگردا در لیلیه، در روزانه، در شبانه، قبل از ظهر بعد از ظهر خبر باشه، باید 24 ساعت پیش از اون موتر باشه. این حق خاص است، بنابراین ما در مقابل از او چیز نمیگیم. پس حق خاص که از وقتی حق خاص در مقابل مسئولیت است، از هر کسی مسئولیتش بیشتر بود حقش بیشتر است. اگر حق مسئولیت زن بیشتر بود حق زن بیشتر است و اگر مسئولیت مرد بیشتر بود حق مرد بیشتر است. مسئولیت مادر بیشتر است حقش بیشتر است. مسئولیت پدر کمتر است حقش کمتر است. در مقابل حقوق باز تکالیف است. پس باید فرق بکنیم. یکی تکالیف عام است. تکالیف عام این است که بالای همه یکسان است. حق کلمه خواندن، تکلیف نماز، روزه یک تکلیف است. حالا ما شما صبح تا شام روزه میگیریم، سر زن و مرد یکسان است. اما تکالیف خاص که است باز این نظر به عمود توانایی ها هست. خب سر از این میشه امروز ما شما بحث بکنیم و فرصت هم میتونیم برای شما دوستای عزیز برادران که سوالای خود مطرح بکنن. بفرمایید برادر. به نام خدا شادادا فیروز هستم. سلام خدا خدمت شما استاد گرامی تقدیم میکنم و بیننده های چینل یک. سوال ما است استاد محترم که چرا میراث دختر و پسر یکسان نیست؟ تشکر. این سوال بسیار سوال مهم است. این حال میره در این چوکاتی که من خدمت شما عرض کردم که امی مسئله میراث دختر و پسر این در حقوق است و حقوق عام است و یا حقوق خاص؟ این حق خاص است. حق خاص چی است؟ حق است که در مقابل چی می باشه؟ اما مسئولیت می باشه. حالا مثلا اگر خواهر و برادر با هم قیاس بکنیم، خواهر و برادر با هم قیاس بکنیم، مثلا برادرش شیراغا نام داره، خوب فکرتان بگیرید، خواهرش شاکوکو نام داره، دو نام است. حالا اگر شاکوکو و شیراغا پدرشان فوت بکنه، بر شاکوکو و شیراغا باید میراث یک قسم داده شود. اینجا میبینیم که مسئولیت کدامش بیشتر است؟ برادر مسئولیتش بیشتر است نسبت به کی؟ نسبت به خواهر. پس اینجا از باب عدالت برای برادر دو چند داده میشه. مثلا اگر از پدرشان 3 لک مانده باشه، برای خواهرش 1 لک داده میشه و برای برادرش 2 لک داده میشه. چرا؟ مصارف عروسی کلش برای کی است؟ مصارف عروسی که اگه برادر و خواهر شیراغا عروسی کرد و شیرین گلم،
حالا برای کدامش مصارف میپردازه؟ برادر. اگر مثلا ولیمه هست، غذای عروسی هست، سر مرد است یا سر برادرش است یا سر خواهرش، دیگه کل مصارف. مهر که میگیره، این حال مثلا برادر 2 لک روپیه گرفت، 1 لک روپیه مهر به خانم خود داد، 1 لک روپیه را برادر گرفت، برای کی داد؟ مصرف عروسی خود کرد. 1 لک روپیه دیگه هم برای خانم خود مهرش داد. برای برادر هیچ چیز نماند. این دختر 1 لک روپیه از پدر خود گرفته بود، 1 لک دیگه هم مهر خود میگیره، از این 2 لک میشه و از برادرش در مقابلش اون برادرش هیچ چیز نمیمونه. پس به این خاطر وقتی که ما و شما سعی کنیم در اسلام که از اونمو حقوق خاص که از در مقابل چی داده میشه؟ حقوق خاص در مقابل مسئولیت هاست. مسئولیت کی بیشتر است؟ بر از او حق بیشتر داده میشه. مسئولیت کی کمتر است؟ بر از او حق کمتر داده میشه. در مسئله میراث که است، وقتی که باز و یک چیز دیگر فکرتان باشه که در مسئله میراث کل حالات میراث اوتو نیست که مثلا میراث کل باید، یعنی در میراث کل حالات این قسم نیست که همیشه باید میراث چی باشه؟ یکسان باشه. دوستای عزیز، موضوع را بعد از یک وقفه دنبال میکنیم. با ما باشین. دوستان عزیز، بیننده‌های گرانقدر، بازم با عرض احترام ادامه میتیم برنامه خودم. دوستان عزیز، گفتیم که یکی حق است و یکی تکلیف است. حق چی است؟ حق عام است و حق خاص است. حق عام که زن و مرد دو مساوی هستند. زن هم حق زندگی داره، مرد هم حق زندگی داره، مساویانه. زن هم حق مالکیت داره که مالک مال خود باشه، مرد هم حق داره مالک مال خود باشه، مساویانه. هیچ کس نمیتونه که یک خانم بگه تو به خاطر اینکه تو زن هستی تو حق زندگی نداری، تو حق مالکیت نداری، تو حق صحت نداری، تو حق تعلیم نداری، تو حق ایمان نداری، تو حق عبادت نداری. نه خیر، نه خیر. این تمام حقوق یک خانم مسلمان به خاطر چی داره؟ به خاطر ازی که این زن در حقوق عام با مرد مساوی هست، اما در حقوق خاص بین زن و مرد فرق است. یک زن مسلمان با یک مرد مسلمان در حقوق خاص خود نظر به اونمو مسئولیت خود هر کدامش به او قناعت می داشته باشه. به این شکل در تکالیف عام کلگی یکسان است. نماز سر کلگی یک قسم 5 وقت فرض است. روزه سر کل زن و مرد 1 ماه فرض است. تو نیست که والا تو زن هستی 15 روز روزه بگیری، تو مرد هستی تو مکمل 1 ماه بگیری. نه خیر، 1 ماه است. اگر زن مال داشت بالای از زکات فرض میشه، به مو اندازه فرض میشه که اگر مرد مال داشت بالای از این تکالیف عام است. حج، اگر زن توانایی رفتن به حج داشت بالایش حج فرض است، این هم مساوی است و اگر زن داشت. اما باز در تکالیف خاص که باز توانایی هر کدامش کمتر بود، به او خاطر چی میباشه؟ مسئولیتش یا امو تکلیفش نسبت به دیگران کمتر میباشه. سوال بعدی از کدام برادر بفرمایید. سلام با شما و بیننده های عزیز. خانم بالای شوهر خود چی حقوقی دارد؟ خانم بالای شوهر خود چی حقوقی دارد؟ چی حقوق داره؟ بله، از دیدگاه اسلام شوهر یک سلسله حقوقی داره بالای خانم خود و خانم یک سلسله حقوقی داره بالای شوهر بالای خانم، خانم بالای شوهر. این حقوق 2 قسم تقسیم کردن. یکی حقوقی است که حقوق عام هست که خانم و شوهر یکی بالای دیگر حق دارند. حق چی است؟ حق احترام است. شوهر باید به خانم خود احترام بکنه و خانم باید به شوهر خود احترام بکنه. خانم در مسئله توهین و تحقیر و در این گپا، مرد هم مکلف است که خانم خود توهین و تحقیر نکنه و خانم هم مکلفیت داره که شوهر خود توهین و تحقیر نکنه. در مسائل انسانیت، در مسائل اخلاقی، در مسائل احترام به والدین یکی دیگر، در اینجا هر دویشان یکسان باید با اقارب یکی دیگر. مثلا وقتی که شوهر تقاضا داره از خانم خود که باید به والدین و فامیل از احترام بکنه، او هم مکلفیت داره در مقابل برش کردن. اگر کلمه خوب میگه، الفاظ خوب شیرین میگه، وقتی که یک شوهر علاقمند از این هست که
یک شوهر علاقمند از این است که خانمش باید چی بکنه؟ علاقمند از این است که خانمش مثلا بر از او سخنهای خوب بگوید، کلمات خوب بگوید، او هم مکلفیت داره. حتی صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که یک صحابی را میدن گفت تو چی میکنی؟ گفت من اونمو قسم برای خانمم آرایش میکنم مثل که خانمم برای من چی میکنه؟ آرایش میکنه. یعنی به مو اندازه تو نیست که مثلا یک مرد بگه والا خانم من برای من باید بسیار خوب آرایش بکنه، من که هر قسم آمدم بوتایم قرمه بوی، خودم عرقایم سر کرده، دارم سیگرت بوی، چرسی، گنده و همه چیز ندارم. به اونمو شکل که شوهر خوش داره که خانمش پاک و نظیف و با عطر و با همه چیز باشه، او هم اینمی حق خدا داره. پس در این مسائل که است حق خانم که است با حق شوهرش یکسان در این مسائل چی دارن؟ یکی بالای دیگه حق دارن. اما ای که مشخصا خانم دیگه چی حقوق بالای شوهر خود داره، این باز بعد از یک وقفه خدمتتان تقدیم میکنیم، با ما باشین. دوستان عزیز، علاقمندای گرانقدر برنامه 1400 سال، بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز و گرانقدر قرار داریم. ای که خانم بالای شوهر خود چی حق داره و شوهر بالای خانم خود چی حق داره، خدمتتان عرض کردیم که بعضی حقوق است که خانم و شوهر مساویانه یکی بالای دیگه حق دارن. حق رعایت، یعنی شوهر هم باید در صحتمندی شوهر خانم خود متوجه باشه و خانم هم برعکس متوجه ازی باشه. حق انسانیت، حقوق اخلاقی، حق احترام، حق که باید یکی با دیگر با دوستی، محبت، صمیمیت و الفت زندگی بکنن. آمدیم سر حقوق خاصی که یک خانم بالای شوهر خود چی حقوق خاصی دارن. یکی از حقوق خاص خانم بالای شوهرش مسئله حق مهر است. خانم حق داره بالای شوهر خود که مهرش باید بر از او بپردازه و مهر به مو اندازه که این شوهر توانایی داره و وقتی که در وقت نکاح بر از تعیین میکنه، اگر برش خانه تعیین میکنه، اگر برش زمین تعیین میکنه و اگر برش پول نقد تعیین میکنه، این مکلفیت شوهر است و از حق خانم است که از مرد مکلفیت است و از این حق است که باید حقش بر از داده شود. همچنان حق نفقه دارن. در بسیاری از کشورهای غربی که هستن مشکلشان چی است که حق نفقه خانم بالای شوهر نیست. به این خاطر زندگی از هم زود میپاشه و حق نفقه خانم بالای شوهر خود حق نفقه داره، حق لباس داره، حق مسکن داره که خانه باید بر از او خانه درست و اینی رو بگیره. پس اینی دیگر بر علاوه حقوق دیگه که مثل شوهرش که امرای از او یک جای داره، اینی حقوق مادی دیگه داره که باید هم شوهر بر ازی بپردازه، هم حق نفقه، هم حق مسکن، هم حق لباس و هم حق مهر و هم حق میراث داره که حتی اگر شوهرش فوت میکنه خانم در مال شوهر خود میراث هم میبره و بر علاوه از او حق داره که شوهرش باید در مال ازی تجاوز نکنه. متاسفانه در کشور ما و شما یک عادت بسیار بدی است که وقتی که یک کسی با یک خانم ازدواج کرد فکر میکنن تمام مال از او، ماش از او، پول از کلش مربوط به میشه، در حالی که قسم نیست، بلکه للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسب. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. امین الله هستم، یک از محصلین پانتون علامه. سلام خدا به شما استاد بزرگوار و کارمندان چینل یک تقدیم می‌دارم. تشکر. و سوال این است که چرا مادر 5 حق داره و پدر 1 حق داره؟ اصلا برادر محترم در قسمت حقوق مادر یک وقت من یک حدیث شریف خواندم. در این حدیث شریف تو آمده که یک کس پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که برای کی زیاد من نیکی بکنم، یعنی کسی که مستحق ازی است که من بر از او زیاد نیکی بکنم و کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که مادرت. باز گفت کی است؟ باز گفت مادرت. مرحله سوم باز پرسان کرد باز کی است؟ گفت مادرت. مرحله چهارم گفت که کی است؟ گفت پدرت. پس اینجا 3 حق برای مادر داد و 1 حق برای پدر شد. 3 مرتبه برای مادر حق داده شد و برای پدر یکی. من راستی چون خودم یک پدر بودم به این فکر بودم که چطور پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مادر 3 حق گفت، من که پدر هستم برای من یکی، و در حالی که من هم زحمت خودم میکشم، من هم برای امو اولاد خود یعنی
شب و روز کار میکنم و زحمت میکشم و بالاخره در زندگی ازی و در رعایت ازی سهم دارم. یعنی برای من بسیاری اوقات اینمی یک سوال پیدا میشه. خب انسان از دیگه بسیاری وقتها در مسائل شرعی احکام دین نمیفهمه و این برای من یک سوال پیدا شده، مثل که بسیاری وقتها پیش بسیاری دوستا پیدا میشه. یک شب از شبها در خانه ما یک حادثه شد که من این حدیث درست فهمیدم. طفلک ما تقریبا 1 ساله 1.5 ساله بود، مریض شد. او تو گریه میکرد که وضعیت ما را بیخی خراب کرد. من دیگه در نصف شب که بیدار شدم، حال دیگه خوابم نمیبره و این طفل چیخ زده میره و مادرش هر قدر خاموش میکنه و دوا میته. من دیگه اعصابم به اندازه خراب شده، گوشای خودم محکم گرفتم. بالاخره مادرش بر من گفت که اگر بسیار خسته شدی برو در سالن استراحت بکن، من همراه طفلک میباشم. من راستی از این گپ استفاده کرده و اما کمپل خدا گرفته و بگریز که همین رفتم در اتاق دیگه قرار استراحت کردم. هر قدر کوشش کردم که خواب کنم، خوابم نبرد. بالاخره نوبت آمد، دیدم که تقریبا 2 بجه شب از 2:30 بجه شب است و مرا خواب نمیبره. خوابم پرید. دیدم طفلک کم کم چوب شده. آمدم آستایی که دروازه را باز کردم که حالت ببینم که چی هست. دیدم که مادر از چندین بوتل همی دواهای مختلفی که بر از طفلک از سیاه مانده، شیر مانده گرم کرده، بر از دیگه شربت ها را مانده و یارا برش داده و قاشق است و گیلاس است و پیاله است، قطار کل چیزا ماندگی که بر از طفلک داده و بالاخره دوای یونانی و دوای طبی و چیزایی که داشته کل از دادن و نه و طفلک آرام شده و ایده امی استاده هست و سر از طفلک در سر شانهش است و ایده آستا سلامت لالو میکنه. من که دروازه رو باز کردم، سرما تو اشاره کرد که خاموش و آرام باش که نه ایده خواب بردن و در این لحظه که خواب داده ایده دیگه چی میکنه؟ 1 ماه چام میکنه. امی طفلکه. اونجا من فهمیدم که صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم، که واقعا رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفته؟ راست گفته. به خاطر سیگو که مادر چقدر در مقابل اولاد خود که در نصف شب با وجودی که قدر سختی ها رو دیدم، من رفتم قرار استراحت کردم و قرار خاموش بودم، اما خوابم نبرد، درباره خود فکر میکردم و این دمی حالت استاده هم است و برای طفل خود. پس از این معلوم میشد که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یا در اسلام برای مادر 3 حق داده میشه، چون در حقوق خاص از هر کسی که مسئولیتش بیشتر باشه حقش بیشتر است. در قسمت اولاد که از مسئولیت مادر واقعا زیادتر است، مادر حق بیشتر داره و ما مردها باید به این حق تسلیم باشیم. امیدوار هستیم دوستای عزیز که این مسئله را مسلمان ها درک بکنن و همین عزتی که الله جل جلاله بر زنها داده و حقوقی که بر از اونها داده این خوب بفهمن و تکالیفی را که از تکالیفی که اینا معاف شدن از این تکالیف خوشحال باشن که الله به اساس رحمت خود اینا را از این تکالیف خلاص کرده. دوستان عزیز، این بود برنامه امروزی 1400 سال. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستان عزیز قرار میگیریم، شما را به خالق یکتا میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.